اگر از هر مرد پرسان شوی که چی گونه همسر می خواهی، حتما پاسخش این خواهد بود: دختری با حیا و با شرم و با عفت باشد. با وجود که شاید این مرد خودش بد اخلاق، شرابخور، زناکار باشد و پایبند دین و ایمان هم نباشد، اما ای برادر بدان که برای به دست آوردن چنین گوهر نایاب باید اول خودت را اصلاح نمایی. الله مهربان به قدر عفت و پاکیت به تو همسری پاک دامن و عفیفه نصیب می کند و به قدر تقوای و پرهیزگاریت به تو همسری خدا ترس و دیندار روزی می گرداند و به قدر چشم پوشیت از نگاه حرام به زنان نامحرم و بیگانه به تو همسری چون مرواریدی در صدف که چشم نامحرم او را ندیده است و دست نامحرم به او نرسیده است نصیبت می کند. اگر چنین همسر می خواهی باید خودت را از گناهان حفظ نمایی تا الله متعال برای تو همسرت را حفظ نماید. الله متعال در قرآن عظیم شأن بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم می فرماید: الطیبات للطیبین و الطیبون للطیبات. و زنان پاک برای مردان پاکند و مردان پاک برای زنان پاکند. پس اول خودت را اصلاح نمای تا لایق و مناسب چنین همسری با حیا و با عفت باشی.